شاخصی داریم ما به اسم شاخص خوشبختی یا شاخص خوشحالی که حالا میتونید به سایتش هم مراجعه بکنید. هر ساله کشورها رو رتبه بندی میکنه و بیشتر از 5 ساله که فنلاند توی این رتبه بندی تونسته رتبه 1 رو به دست بیاره. اما یک تضاد خیلی جالبی وجود داره. توی اروپا کشور فنلاند از جمله مقصدها و یا کشورهایی هستش که بالاترین نرخ خودکشی رو داره. از اون گذشته مصرف داروهای ضد افسردگی توی این کشور هم بسیار بالا هستش. موضوع ویدیو امروز اون دقیقاً در خصوص همین هستش: تنهایی، انزوا، مهاجرت به کشور فنلاند و مشکلات روحی روانی که میتونه برای یک مهاجر توی این کشور شاد ایجاد بشه. شاخص خوشبختی بر اساس احساسات لحظه‌ای و یا حال مردم کشورها رو رتبه بندی نمی‌کنه. یک سری معیارها داره که طبق اون نمره میده و خب حالا برترین ها مشخص میشن که عموما هم از اروپا هستن. حالا معیاراش چیه؟ معیارایی مثل سطح درآمد، امید به زندگی که حالا از سلامت فیزیکی میاد، حمایت اجتماعی، آزادی، نبود فساد و بخشندگی توی اجتماع و حالا کار داوطلبانه، مقدار کار داوطلبانه‌ای که توی این کشور انجام میشه و خب بر اساس این موضوعات کشور فنلاند جزو برترین های دنیا به حساب میاد. اما یک سری از موارد دیگه هستن که طبیعتاً این شاخص نمیسنجه. مثل چی؟ مثل میزان تنهایی، ارتباط انسانی عمیقی که بین مردم وجود داره، تفاوت‌های فرهنگی، سطح افسردگی و نبود جامعه پذیری آسان یا ادغام برای خارجی‌ها. مواردی که طبیعتاً توی این شاخص نیومده. اما قبل از اینکه بخوایم سراغ آمار و ارقام بریم و ببینیم اوضاع مهاجرت کشور فنلاند به چه شکل هستش، باعث یک دیدی نسبت به فرهنگ و مردم این کشور داشته باشیم. بایستی بدونید که مردم فنلاند بسیار درونگرا هستن. کم میاد احساساتشون رو با بقیه در میون بذارن. فرهنگشون بر اساس و پایه سکوت و فاصله اجتماعی، به سختی با غریبه ها که میشیم مای خارجی ارتباط میگیرن و خب طبیعتاً برای شخصی که میخواد از خاورمیانه به این کشور مهاجرت کنه کمی فضا سرد و دلسرد کننده به حساب میاد. مؤسسه ملی سلامت و رفاه فنلاند یک نظرسنجی فوق‌العاده جذابی رو انجام داده و نتایجش رو بهمون اطلاع داده. لینک تمام این صحبت ها من توی قسمت دیسکریپشن برای عزیزان میذارم. این نظرسنجی چی میگه؟ میگه برای مهاجرین اوضاع رفاه اجتماعی توی کشور فنلاند خوب و مناسبه و از لحاظ سلامت فیزیکی هم مهاجرین توی شرایط خوب و مساعدی به سر میبرن. اما وضعیت وقتی نگران کننده و یا حساس میشه که ما بخوایم در خصوص باقی جنبه‌ها یک نگاهی بندازه. این نظرسنجی به همون میگه که بین مردان 20 تا 29 ساله در این کشور که به عنوان یک مهاجر هستن، از هر 5 نفرشون 1 نفرشون احساس تنهایی میکنه و خب این آمار مهمتر میشه برای ما که بدونیم این عدد روی 25% میره در خصوص مهاجرینی که از خاورمیانه و آفریقا به این کشور مهاجرت کردن. یعنی از هر 4 نفر 1 نفر احساس تنهایی میکنه. طبق تحلیل این مؤسسه این تنهایی یک سری دلایل داره. دلایلی مثل مشکلات کاریابی، نداشتن شبکه حمایت اجتماعی، نداشتن آگاهی از خدمات اجتماعی و البته تبعیضی که توی این کشور وجود داره. رفقا، حس تنهایی علاوه بر این که میتونه بسیار بسیار مضر باشه برای روح و روانتون و از لحاظ منتالی اذیتتون میکنه، روی جسمتون هم مستقیما تاثیرگذار هستش و حتی ضررش هم گاهن مثل سیگار کشیدن و حتی چاقی به حساب آوردن و خب نباید دست کم بگیرید این بحث رو. این تحقیق داده‌های خیلی جالبتری بهمون میده و میگه که تبعیض موضوعی که زیاد در کشور فنلاند برای مهاجرین اتفاق میفته. 58% از مردان خاورمیانه در این کشور دچار تبعیض میشن. تبعیض توی محل کار، خدمات عمومی، برخورد با مقامات، تحصیل، اجاره خونه،
حتی در مکان‌های عمومی و فضای آنلاین این موضوع متاسفانه اتفاق میفته. از جمله چالش‌های دیگه‌ای که میتونه اعصاب خردکن باشه و تبعیض به حساب بیاد برای یک مهاجر تو این کشور، بحث خدمات درمانی هستش. یکی بحث صف‌های طولانی هستش، موضوع هزینه‌ها، مشکل در زبان، ناگاهی از خدمات درمانی، موضوعی که خب توی میشه گفت اکثر کشورهای اروپایی متاسفانه مثلش رو میتونی این موارد توی خدمات درمانیشون ببینی. این بحث استرس و فشار روانی رو اگر ما بخوایم مقایسه‌ای بکنیم نسبت به بومی‌های این کشور، متاسفانه برای مهاجرین بیشتر هستش. به عنوان مثال 23% از زنان مهاجر فشار روانی احساس میکنن، در حالی که برای زنان بومی فنلاند این عدد روی 19%. یه همچین تناسبی هم بین مردا وجود داره و درصدها خیلی بالاتر میره برای مهاجرین وقتی یک فردی به صورت پناهندگی این کشور رو انتخاب کرده و خب طبیعتاً دچار افسردگی و اضطراب بسیار بیشتری هستن. حالا این مؤسسه اومده یک تحلیلی هم روی این فشار روانی کرده و بررسی کرده دلایلش رو. چه دلایلی؟ تبعیض و نژاد پرستی، تنهایی مزمن، فشار اقتصادی، نداشتن حس تعلق اجتماعی، مشکلات زبانی و فرهنگی و دسترسی سخت به خدمات درمانی. اینا همه مواردی هستش که زیر مجموعه فشار روانی میشه. حالا باز یک عده نیان بگن که خب پس ایران خوبه، از ایران خیلی بهتره، یا هر چی باشه از ایران مقصدی مناسب تر هستش. ببین عزیزا، اینا واقعیت های کشورها هستش که سعی میکنم من توی این کانال صادقانه با آمار و ارقام و معتبر و مستند خدمتتون عرض بکنم. این هم یکی از چالش‌های بسیار بزرگ کشور فنلاند هستش و بایستی ببینید با توجه به ویژگی‌ها، شخصیت‌ها و شناختی که از خودتون دارید چه مقدار میتونید با کشوری که همچین فضا و جوی داره کنار بیایید. امیدوارم که براتون مفید باشه. این پلیلیست مهاجرت به فنلاند رو ببینید. بیشتر و کاملتر درباره این کشور باهاتون صحبت کردم. لایک و سابسکرایب مثل همیشه فراموش نشه و تا ویدیوهای بعدی فعلا.